مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از آشکار شدن دو مورد قلابی با مبلغ در عموم 60,000 دلار خبر داد. یکی از گمانبرشونده ها زن ساکن پایتخت می باشد. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی به شعبه وزارت کارهای داخلی دوی در ناحیه سینا با عریضه مرد 29 ساله ساکن ناحیه مذکور مراجعت نموده است که روز 12 می سال 2021 در نزد بینای اداره نتریالی در کوچه نصرت الله مخصوم زن 40 ساله ساکن ناحیه سینا با روی فریب به باوریش در آمده از خو 800 دلار امریکایی و یک عدد ماشین تمغه تایوتا کارولا را به مبلغ 24500 دلار نرخگذاری کرده گرفته وعده داده است که پس از 2 ماه مبلغ را برمیگرداند. اما میگوید دعواگر این زن پول او را تا حال برنگردانیده است. اینچنین هنگام گذرانیدن چاره‌بینی های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیتسیا مرد 31 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن کردارهای قلابی دستگیر شد. وزارت کارهای داخلی گفت این شهروند با آن گمان برمی شود که تخمینا ماه‌های می سال 2017 در کوچه قوارو پایتخت با روی فریب به باوری مرد 41 ساله ساکن جماعت به نام همروبای و شهر کانبادام در آمده است و از او 35,000 دلار گرفته به منفعت شخصیش صرف نموده است. وزارت کارهای داخلی گفت نسبت به گمانبرشونده پرونده جنایتی گشودند و تفتیشات ادامه دارد.